تکنیک های تمرکز ذهن این فصل به شدت حیاتیه. تا آخر گوش بدید، تکنیک هاشو حتما انجام بدید. بهتون قول میدم بعد از اینکه این تکنیک ها انجام بشه به شدت در زندگی روزمره شما اثر میذاره. عزیزان، ما در طول روز خیلی از موارد باعث میشن که اون تمرکز کاملی که ما میخوایم داشته باشیم ما نداشته باشیم. بریم ببینیم این تمرکزها به چند دسته تقسیم میشن. ببینید، عوامل عدم تمرکز یکیش درونی و ذهنیه و دومیش بیرونیه. حالا اونایی که درونی و ذهنی رو تا حدودی شما آشنایی دارید، مثل درد و رنج، غم، گرسنگی و تشنگی، اینها هم جز حواس پرتی‌های دیگه. وقتی ما گشتمون میشه نمیتونیم فکر کنیم یا تشنمون میشه. سردی، گرمی، ببینید هوا سرد میشه، گرم میشه، تأثیر میذاره روی تمرکز ما. شادی، حتی ببینید حتی شادی هم با اینکه ما رو شاد میکنه ولی روی تمرکز ما تأثیر داره، اونم به شدت زیادش. عوامل بیرونی چی هست؟ مثل نور شدید یا ضعیف، مثلا نور نباشه ما بتونیم مطالعه کنیم یا جایی رو نبینیم، اینا باعث میشه ما بیشتر زوم کنیم، بیشتر تمرکز کنیم که ببینیم میتونیم اون شیء رو ببینیم یا نه. صدای بلند و ناهنجار، دما، بعد بوی خوش و بد. ببینید حتی طرف یه عطرم زده با اینکه بوش خوبه ولی حواس ما رو پرت میکنه. فضای مجازی و رسانه ها، وای وای، این دیگه از معضلات امروز ماست که به شدت داره ما رو اذیت میکنه، که بهتون همین اول فصل میگم که واقعا ساعت گذاری کنید برای این قضیه که اونم فضای مجازی و رسانه ها باشه. عزیزان، بریم تکنیک ها رو یکی یکی با هم دیگه انجام بدیم و ببینیم این تکنیک ها چیا هستن که به ما کمک کنن که تمرکز ما هر روز بهتر از دیروز باشه. یکی تکنیک نوشتنه. عزیزان، خیلی از شماها این تکنیک رو میدونید اما انجام نمیدید. ببینید، دونستن به تنهایی کافی نیست، باید انجام بدیم. من همه فصل ها این کلمه رو میگم، انجام دادن. ما قبل از خواب یه دفتر و چند تا ورق داشته باشیم، یه خودکار آبی و قرمز برداریم و تمام خاطرات بد، احساسهای بد و هر چیزی که در اون روز باعث شده حواس ما رو پرت کنه، تمرکز ما رو بیاره پایین، اونها رو بنویسیم. حالا مهماشو بنویسید، نه اینکه برید یه تیتر ایجاد کنید و بعد همونم خستتون کنه. اونها رو بنویسید تا از حالت ذهنیتون به عینی تبدیل بشه، یعنی بیاد روی کاغذ و شما ببینید. وقتی اینو میبینید ذهنتون آزاد میشه و میتونید اونا رو بخونید و حلشون کنید. یکی از چیزهایی که در این تکنیک من خیلی بهش اعتقاد دارم اینه که به خودتون قول بدید که فردا اونو انجام میدید. عزیزان، خوب گوش بدید این نکته رو که میخوام عرض کنم. وقتی قول میدید فردا انجام بدید، بعد فردا میرید به اون مثلا مسائلی که دیروز اذیتتون کرده نگاه میکنید، میبینید اونقدر مهم نبوده که اون لحظه شما اینقدر ناراحت شدید و حواستون پرت بوده. مطمئنا شما هم با این مسائل پیش اومده براتون که وای من چرا سر اون قضیه اینقدر ناراحت شدم، در حالی که اینقدر مهم نبوده. تو اون لحظه تمرکز نداشتید و نتونستی خودتو کنترل کنید. پس با خودکار قرمز اون خیلی بداشو می‌نویسی و با خودکار آبی فردا روشون خط میزنی که آره اینا را دارم بهشون میپردازم و انجام دادم. تکنیک دور ریختن، این تکنیک به عبارتی من میگم به درک. یعنی چی؟ یعنی یه افرادی هستن در زندگی منفی‌ان یا به نظر ما منفی‌ان، حالمون رو بد میکنن، اسامی، فکرهایی که یک سر حال ما رو بد میکنن. ببینید عزیزان، اینها چون تو ذهن شما هست هی دور میکنید، اسم اون شخص، شکل اون شخص، نمیدونم فکرهایی که همیشه شما رو اذیت کرده، خاطراتی که از قدیم داشتید، اونها رو روی دستمال کاغذی بنویسید. با اون دستمال کاغذی جاهایی از خونتون که کثیف هست رو تمیز کنید.
این یعنی میخوان نشون بدی که آقا من اینو نوشتم، میخوام از دستش راحت بشم. جاهای کثیف خونت رو تمیز کن و من خوب با دستت مچالش کن، بذار این حست کیف کنه، مچالش کن و اونو بنداز لاش کن. بهت قول میدم یه حس خوبی بهت دست میده که کیف میکنی، میگه آخه از دست این اسم تا حدودی راحت شدم، فکرت آزاد میشه. تکنیک بعدی تکنیک برنامه‌ریزی. خود برنامه‌ریزی یک میشه گفت ید طولایی داره، من خیلی باید سر این قضیه توضیح بدم، این خودش یه دور است، اما اینجا کوتاه میخوام در موردش بگم، شما یادداشت کنید و در زندگیتون پیاده‌اش کنید و مخصوصا در طی روز. برنامه‌ریزی چطوریه؟ شما میاید لیستی از وظایفی که فردا بخواین انجام بدید، یعنی امشب من قبل از اینکه بخوابم لیست از کارهای فردامو مینویسم، بعد بر حسب ضرورت اولویت بندیشون میکنم. درست شد؟ و فردا که از خواب پا شدم خیلی جالبه، به جای اینکه اینقدر فکر کنیم که امروز من چیکار کنم، اون ورقه رو برمی‌دارید جلو صورتتون و تک تک اونها رو انجام میدید و تیک میزنید. ببینید چه قشنگ میشه. این باعث میشه تمرکز شما خیلی بالا بره. چرا؟ چون برنامه ریزی داری، کاراتو داری انجام میدی، حالت خوبه، هر وقت گیر کنی اون کاغذ رو در میاری از جیبت و به اون کاغذ نگاه میکنی و انجام میدی. تکنیک قانون پارکینسون. بچه ها این تکنیک خیلی بهتون کمک میکنه که بار فکریتون سبک بشه. این تکنیک چی میگه؟ میگه که آقا 100% تو بذار، یعنی امروز که صبح میخوای بری این لیستی که بر اساس برنامه‌ریزی تهیه کردی میخوای فردا انجامش بدی، بگو من همه اینا رو انجام میدم. پس به ذهنت در اولین مورد میگی من همه رو انجام میدم. بذار ذهنت قبول کنه که آره میتونم امروز اینا رو انجام بدم. حالا تا 70%شو مثلا انجام دادی و 30%ش مونده، اینجا به خودت آفرین بگو دمت گرم، خوب تونستی از پسشون بر بیای. درست شد؟ پس ذهنتو سرزنش نکن، نگو نتونستی انجام بدی و فقط 70%شو تونستی انجام بدی. این نشون میده که از روزهای بعد حس حال خوبی داری، میگی من میتونم تمام کارامو در روز انجام بدم، تمام سعیمو میکنم، صد وجودمو میذارم. حالا یه جاهایی بالاخره کار طول میکشه و نمیتونی کلشو انجام بدی، ولی خدا رو شکر میکنی که قوی بودی و تونستی 70%شو انجام بدی. خب بریم تکنیک بعدی. تکنیک بعدی که انجام دادنیه، شما باید یک شمعی رو روبروی خودتون قرار بدید و این شمع رو اگر سعی کنید بشینید روی زمین و جوری شمع تنظیم کنید روی میتونید میز عسلی یا یه میزی که همراستای چشمتون باشه قرار بدید. به مدت 10 دقیقه یا 5 دقیقه فقط زوم کنید روی اون شمع. این حالت که زوم میکنید روی شمع و چشم بر نمیدارید باعث میشه که یک ورزش ذهنی برای عضلات پشت چشمتون بشه و این عضلات پشت چشمتون وقتی قوی بشه و تمرکز کنه میتونه هم بهتر ببینید در روزهای بعدی، هم میتونه در وقتهایی که شما نیاز به تمرکز داری ذهنت انقدر ضعیف نباشه که نتونه تمرکز کنه. فکر میکنی. چرا؟ چون بهش یاد دادی به مغزت که آقا 10 دقیقه روی یک نقطه تمرکز کن. درست شد؟ بریم برای تکنیک بعدی. تکنیک بعدی صندلی تمرکز. این تکنیک یکی از مواردی است که میشه گفت تحقیقاتی در آمریکا انجام شده. اومدن به 2 طیف از دانشجوها گفتن این ور صندلی های هستش که شما هر کاری میتونید انجام بدید، این ور صندلی های هستش که فقط میتونید روی اون صندلی ها مطالعه کنید. یعنی روی صندلی ها هم برچسب گذاشته بودن فقط برای مطالعه. و بعد از اینکه این 1 ساعت رد شد رفتن از دانشجویان سوال کردن، دیدن بله دقیقاً اونهایی که روی یک کار و یعنی روی اون مطالعه کردن تمرکز کرده بودن خیلی موفق تر بودن.
و اونهایی که بهشون چند کاری بهشون داده گفته بودن رو صندلی ها نشسته هر کاری که دوست داری انجام بده. این باعث شده بود حواس اونا به خیلی جاها پرت بشه. پس صندلی تمرکز چیه؟ یه صندلی انتخاب کنید، به خودتون یه وظیفه بدید و روی اون صندلی بشینید و تمرکز کنید روی حالا اون چیزی که در روی ذهنتون رو اذیت کرده یا اینکه روی مطالعه‌ای که دارید. تکنیک پومودورو، این تکنیک جهانیه عزیزان و خیلی به درد میخوره، ولی به شرط اینکه واقعا انجامش بدید. این تکنیک چی میگه؟ میگه به مدت 25 دقیقه سفت و سخت یک کار رو بچسب و بهش تمرکز کن. 25 دقیقه. ببینید این 25 دقیقه که گفتن دلیل داره، یعنی اون ذهنتون اونو قبول میکنه. 25 دقیقه روی یک کار تمرکز کن و بعد 5 دقیقه استراحت کن. عزیزان من یه بار این نکته رو عرض کنم، تمرکزی که شما میکنید بعد بخواید 5 دقیقه استراحت کنید، اون 5 دقیقه استراحت شامل این نمیشه که شما برید موبایل رو بردارید توی فضای مجازی بچرخید. نه، دراز میکشید رو به سقف و سعی میکنید نفس عمیق بکشید و به ذهنتون آرامش بدید و بعد از 5 دقیقه استراحت دوباره 25 دقیقه دوم تا 4 بار اینو تکرار میکنید به مدت 15 تا 30 ثانیه هم به مدت 15 تا 30 دقیقه هم میتونید بعد استراحت کنید. عزیزان 4 تا 25 دقیقه‌ای که وسطاش هم هر کدوم 5 دقیقه استراحت بشه در هر روز، یعنی 1 ساعت شما تمرکز کردی روی یک کار. بعد ببینید در کل ماه چه چیزهایی که چه دستاوردهای شگرفی که به دست نمیارید. بریم تکنیک بعدی، قانون 10 دقیقه. این قانون 10 دقیقه در واقع یک نوع گول زدن ذهنه. یعنی چی؟ یعنی ذهنتون میگه برو الان گوشی رو بردار و برو تو فضای مجازی. بگو باشه مشکل نداره میرم، اما 10 دقیقه دیگه میرم. درست شد؟ میگی اما 10 دقیقه دیگه میرم. با این کار مغزتو شرطی میکنی، گولش میزنی و با این وسیله میتونی زمانو به عقب برگردونی و هی زمان بخری و این کار بهت کمک میکنه در روزهای بعدی موفق تر بتونی فضای مجازی یا فکرهای منفی رو به عقب برونی. عزیزان خیلی ممنون که تا اینجای فصل با من بودید. امیدوارم که تک تک این تکنیک ها رو انجام بدید و لذت ببرید. مطمئن باشید این تکنیک ها انتخاب شده است و جهانی هست و به شدت تأثیر داره. ممنونم. میریم برای فصل بعدی.